درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بر سرخط چندی از خبرهای امروز دوشنبه 25 اوگوست. پرزیدنت تاتارستان به حمایت از فرزندان مهاجران کاری صدا بلند کرد و قانون درباره امتحان حتمی درباره زبان روسی را احمقانه نامید. شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی‌دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی‌داند؟ یاد می‌گیرد. یکی دیگر از زادگان بدخشان در زندان درگذشته است. حامیان حقوق انسان می‌خواهند مسئولان به جوابگری کشیده شوند. وزیران و منصبداران قزاقستان از امسال باید به مردم نشان بدهند که درآمدشان چقدر است و از کجا می‌آید. آیا این کار را خواهند کرد؟ رستم مینیخانوف پرزیدنت تاتارستان یک قانون نوی روسیه را سخت تنقید کرد که قبول بچه‌های مهاجران به مکتب‌های میانه را دشوار کرده است. قانون را چند وقت پیش دومای دولتی قبول کرد و زیر آن ولادیمیر پوتین هم امضا گذاشت. حالا معلوم شده است که این سند سبب از درس و تعلیم دور ماندن هزاران فرزند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله فرزندان مهاجران کاری تاجیک می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی. رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 اوگوست در یک جلسه اداره‌های معارف حکومت تتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل میکنند. قبلا مطبوعات تتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتند به مکتب است. شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی‌دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی‌داند؟ یاد می‌گیرد. همه کودکان در 2-3 ماه یاد می‌گیرند. مشکلی نیست. این چی احمقی است؟ باید احتیاط کرد. وای کودک است. گناهی ندارد. رستم مینیخانوف دستور داده است که برای بچه‌هایی که زبان روسی را نمی‌دانند دوره‌های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه‌های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تتارستان قبل از قبول قانون در دوم مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل ماتویف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله چنین گفته بود: 600,000 در مرکزهای تجارتی و کوچه‌های ما دیدگی می‌کنند، گله می‌گردند، به کودکان و کلانسالان حمله می‌کنند، میدانچه‌های بازی کودکان را ترور می‌کنند. والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته بر رادیوی آزادی گفته بودند به قاعده‌های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب می‌کنند تا خود مهاجر دلسرد شده بچه را به مکتب ندهد. و وبسایت پامیر اینسایت که حادثه‌های ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 اوگوست نوشته است که باغشا ایمتشوی 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند درگذشته است ولی خبر مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیومرث سیاتا صحبت داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم. بله طاهر، طور اشاره کرده در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندانهای تاجیکستان رسانه‌ای گشته است. مرگ قلمحمد پلایف، اصلان گلابوف، مظفر دولتمیروف، ایرانشاه محمد رحیموف و باغشا ایمتشوف. 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان خروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی حتی حبس 1 عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باغشا ایمتشوف به نوشته پامیر اینساید سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است.
منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی باغشا ایمتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیوی آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می‌دهد. و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگ زادگان ولایت بدخشان در زندانها را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری ها را بس کنند. کیومرث، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟ نگرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندانهای کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طور گفتیم تاکنون درباره مرگ پی همین زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه اوگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت میکنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد ولی مراجعت‌های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت. سازمان‌های بین المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیومرث همچنین پرسیدم آیا در بیانیه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنشی کرد؟ بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت‌های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست‌های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریخ‌ها، حمایه پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند به شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم‌های هدفمند و منع سفر منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست‌های دیگری حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان‌های بین المللی است. در حالی که واکنش‌های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان با نفوذ نقض فاجعه بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم می‌کند. تشکر همکارم کیومرث درباره احوال فعالان بدخشانی و هم درباره مراجعت سازمان‌های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت می‌کرد. حکومت قزاقستان وعده داده است که به زودی درآمد منصبداران کشور را برای جامعه آشکار می‌کند. منصبداران دولتی در قزاقستان اگرچه هر سال درباره درآمد و خراجات خود و کمیته مالیات اعلامیه پیشنهاد می‌کنند، اما این اطلاع از چشم جامعه بیشتر پنهان داشته می‌شود. حکومت قزاقستان گفته است که دیگر چنین نخواهد بود و تا آخر سال مردم قزاقستان خواهد دانست که وزیران و کبیران چقدر درآمد دارند، ولی شبهه و گمان درباره این وعده‌های بلند زیاد است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نسته شیوریم را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامیه مالیات یا انداز میسپارند، آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از امسال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند. در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند. با گفته توقیف اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد.
یعنی فقط وضع مالی و دارایی‌های حاضره منصبداران را نشان می‌دهند و سالهای بعد می‌توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد. به فکرم شما کی هاست میدانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش‌های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه‌های سیاستمداران دولتی را نشر می‌کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می‌شوند. سرچشمه‌های درآمد هم. برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر ناندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه‌های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پس پردگی و معاملات غیرقانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه‌های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کل قزاقستان. هفته گذشته وزیر معارف سالوادور با نشر یک یادداشت به ضرورت رعایت معیارهای لباسپوشی و هم آرایش سر و رو در دانشگاه‌ها تاکید کرده است. کارلا تریگونوس که افسر است گفته است اگر دانشجویان این دستور او را اجرا نکنند به صنف پایانی گذرانده می‌شوند و اگر معلمان و مقامداران ساحه معارف نیز مخالف خواسته وزیر آرایش کنند جزا می‌گیرند و یا به وظیفه‌های پست‌تر تعیین می‌شوند. گزارش را در این باره همکارم کیو مرسیتا تقدیم می‌کند. این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشور سالوادور است. اکنون مدیر مکتب اسکار میلر وظیفه‌دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایافزال و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر می‌کنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده می‌شوند و خطا هم نمی‌کنید. این دستور وزیر نوی معارف سالوادور کارلا تریگونوس می باشد که خود کاپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمی کنند به صنف‌های پایانی انتقال داده می شوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیتی جلب کنند. در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلبه مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند. پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستور وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در عائله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وایه رسیده است. وی در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه‌های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکایی لاتینی زیاد به چشم می‌خورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر می‌شود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدام‌های وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره‌های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان می‌کنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب می‌شوند. با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای دریافت خبر و گزارش‌های بیشتر شما را به وبسایت azadi.org و هم صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک دعوت می‌کنیم. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند به ما بفرستید. درست بود، نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.